سرخط مهمترین خبرها: بعد امضای پوتین قبول فرزندان مهاجران به مکتب مشکل شد. امام علی رحمان دستور داده است که در هر ناحیه مکتب موسیقی سازند و مهاجران را با کدام شرط ها به کره جنوبی میفرستند. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 31 دکبر سال 2024 است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به قانون امضا کرد که قبول فرزندان مهاجران را به مکتب مشکل می کند. بر اساس این سند که رئیس جمهوری روسیه 28 دکبر زیرش امضا کرد، فرزندان مهاجران تنها بعد سپاریدن امتحان از زبان روسی به مکتب پذیرفته می شوند. این قانون از 1 اپریل سال 2025 به اجرا می درآید. اگر فرزندان مهاجران از امتحان زبان روسی نگذرند، حق تحصیل در مکتب را نخواهند داشت. امتحان در مؤسسه های دولتی گرفته می شود. طلبات دیگر این است که پیش از پذیرفته شدن به مکتب، قانونی بودن حضور نورس در روسیه سنجیده می شود. دومای دولتی روسیه این قانون را اول ماه دکبر امسال قبول کرده بود. مشکل قبول کودکان در مکتب های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. به این دلیل هم بعضی از والدان مهاجر از تاجیکستان مجبور می شوند فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیت خویش و تبار گذارند. از روسیه یک خبر دیگر هم داریم. سال 2025 نرخ پتن یا اجازتنامه کار قریب در همه منطقه های روسیه بالا می رود. با گزارش سامانه رسمی کنسولتانت پلیوس، گرانترین پتن در ولایت کراسنودار تعیین شده است که 17,000 روبل می باشد. در جایهای دوم و سوم چلیابینسک با 15,000 روبل و ولایت تور با قریب 15,000 روبل جایگیر شدند. ارزان ترین پتن در چچنستان، یک جمهوری زیرتابع روسیه است که همگی 3100 روبل تعیین شده است، ولی ساکنان این جمهوری واقع در قفقاز خودشان برای کار به دیگر منطقه های روسیه می روند. با گزارش سامانه کنسولتانت پلیوس، با استثنای جمهوری خاکاسیا، قریب در همه منطقه های روسیه پتن گران شد. از جمله در شهر مسکو که بسیاری از مهاجران تاجیک برای کار به آنجا می روند، پتن از 7,500 تا 8,900 روبل گران شد. در ولایت نوسیبیرسک باشد نرخ ماهانه پتن را از 6,300 روبل تا 7,900 روبل بالا بردند. بالا رفتن نرخ پتن برای مهاجران خبری ناخوش است، چون خراجات آنها را زیاد می کند. بدون پتن در روسیه کار کردن منع است و صدها مهاجر را با این گناه از این کشور اخراج کردند. رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده است که در مرکز هر شهر و ناحیه در کشور یک مکتب موسیقی سازند. این نکته 28 دکبر در پیام امام علی رحمان به پارلمان صدا داد. مقامات گفتند هدف از این تصمیم پیدا کردن استعدادهای نورس و جوان می باشد. با گزارش خبرگزاری دولتی خاور، رئیس جمهور به همه رهبران شهر و ناحیه ها دستور داده است در مرکز ناحیهشان مکتب موسیقی سازند. دستگاه اجرایی پرزیدنت موظف شده است که اجرا شدن این قرار را نظارت کند. در هر شهر و ناحیه ساختن مکتب موسیقی در حالی است که به اطلاع رسمی دهه‌های زیاد در تاجیکستان مکتب میانه ندارند. بینندگان عزیز، نظر شما در این موضوع چیست؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. مقامات تاجیکستان خبر دادند که در آغاز سال 2025 اولین گروه مهاجران تاجیک به کره جنوبی سفر می‌کنند. به اطلاع وزارت کار و مهاجرت، در نوبت اول کفشگران یا سوارشکارا به کره می‌فرستند. کیها را به کره می‌فرستند و طلبات‌ها چیستند؟ در گزارش برات یوسفی و عبدالغنی عبدالوهاب تماشا کنید. ظاهر نسیمов ساکنی ناحیه عینی حدود یک ماه می شود که در مرکز تعلیم کلانسالان وزارت مهنت زبان کوریایی می آموزد. هدف از آموزش این زبان را دیگر کردن سمت مهاجرت مهنتی خود می نامد. خیلی مثال در اخبارها در چیا می بینیم، چیم پیشتر بود اوزی روسیه هم معاشش کمه، هم نسبت به مهاجران چی سازم نداره. طلباتش اول آزی مورا گفتن که آزی بسیار توجه به متخصصی کفشگری. من میخوام که در اینجا هم زبان را مختصم، هم اختصاصی کفشگری رو وقتی که بود کردم میخوام به کریر رو. در مرکز تعلیم کلانسالان در 5 گروه حدود 100 نفر زبان کوریایی می‌آموزند. با گفته صدبرگ صابرزاده، سردار ریاست کاتبات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، یکی از شرط‌های مهاجرت کاری به کوریای جنوبی دانستن زبان این کشور در سطح معاشرت است. شهروندان باید از 18 سال تا 39 سال باشند، یعنی که اینجا 39 سال هم معین است و دانستن زبان کره سری که از سال بوده باشد. همچنین داشتن شهادتنامه تخصص هم مهم است.
اینا به اینوار گرفته میشن هنگامی سنجشی اینکه امتحانی که اونها برای سفر نمودن به جمهوری کره میسپارن. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی 25 دکبر خبر داد که گروه اولی مهاجران کفشرگر از اول سال نو 2025 می توانند به کره جنوبی سفر کنند. رحمان الماسوف، تحلیلگر مسائل مهاجرت میگوید هرچند فعلا مهاجرت مهنتی به کره و دیگر کشورهای غربی نمیتواند بر روند مهاجرت به روسیه تاثیر جدی رساند، اما در آینده نزدیک این کشورها میتوانند شماره بزرگی مهاجران از تاجیکستان را قبول کنند. حاضر اکنون برای مهاجرت‌های مهنتی ما روسیه چی میگن کن непривлекательный میگه زبان روسی با непривлекательный рынок труда. یکچند سبب دارد. یکم سببش این اگر قرب روبل روسیه پاس شده است. دوم مناسبت مردم نسبت به مهاجران بسیار سخت است. سوم مناسبت پیش از همه کارکنای правоохранительные органы کن قدرتی مقامات قدرتی قدرتی نسبت به مهاجران سخت معامله اونها. جنوبی الماسوف می‌افزاید حالا در کره جنوبی 5000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی می‌کنند که 4000 نفر آنها از روسیه و آن کشورها رفتند. برای داوطلبان کار در کره جنوبی برابر مرکز تعلیم کلانسالان در دوشنبه همچنین در شهرهای باختر و خوجند نیز کورس آموزش زبان کره‌ای و کسب آموزی تشکیل شده است. حکومت تاجیکستان در ماه نوامبر سال 2024 با کره جنوبی و قطر تفاهم‌نامه همکاری را در زمینه مهاجرت امضا کرد. تا این وقت مهاجران کره تاجیک اساساً به روسیه و قزاقستان می رفتند. روسیه و اوکراین روز دوشنبه 30 دکبر دور نوی تبادل اسیران را انجام دادند. گفتگو برای عوض کردن اسیران با میانروی امارات متحده عربی گذشت. دو طرف درباره شماره اسیران عوض شده رقم‌های گوناگون را گفتند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تبادل بر اساس فرمول 150 بر 150 انجام شد، اما ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته است به این کشور نه 150 بلکه 189 اسیر برگردانده شدند. در میان آنها با گفته زلنسکی نظامیان و همچنین دو شهروند ملکی بودند که هنگام تصرف ماریوپول به اسارت رفتند. وزارت دفاع روسیه گفته است نظامیان آزاد شده این کشور به بلاروس آورده شدند و در آنجا برایشان کمک طبی رسانیده شد. از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین دو کشور چندین مراتب اسیران را عوض کردند. با قرار نوی هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در افغانستان گذاشتن تیره‌زد در مکان‌هایی که زنان کار و زندگی می‌کنند منع شده است. متن قرار 28 دکبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نشر شد. طبق آن در دیوار بناها نباید تیره‌زد باشد که از آنجا روی حوله آشخانه چاه آب همسایه دیده می‌شود، جایی که عادتاً زنها استفاده می‌کنند. در قرار آمده است نظارت زنان از پشت تیره‌زد می‌تواند باعث به عمل‌های غیر اخلاقی شود. مقامات محلی باید ساختمان بناهای نو را برای تامین معیارهای نو نظارت کنند. طالبان سال 2021 اداره حکومت را در افغانستان به دست گرفت. مسئولان گروه تاکنون قرار و قانون‌های قبول کردند که زنان و دختران را از همه حقوق به خصوص تحصیل و کار و حاضر شدن در مکان‌های اجتماعی به شدت محدود می‌کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 دکبر را فرا می‌گیرد. 31 دکبر سال 1908 باباجان غفوروف یکی از معروفترین دانشمندان تاجیک عصر 20 تولد شده است. از سال 1946 تا 56 رهبری اول جمهوری تاجیکستان و از سال 56 سروری پژوهشگاه شرقشناسی اکادمی علم‌های SSSR بود. کتاب تاجیکان از مهمترین آثار باباجان غفوروف می باشد که تا امروز چندین بار بازنشر شده است. این قهرمان خلق تاجیک در 68 سالگی درگذشت.
31 دکبر سال 2011 در دوشنبه جوانی که با لباس بابایی برفی به تبریک همسایه ها برآمده بود در پی حمله گروهی نورسان و جوانان به قتل رسید. مقامات گفتند کشتار پرویز دولتبیکوف 25 ساله انگیزه های مذهبی و محلی ندارد، ولی برخی گفتند تعصب و اندیشه های افراطی می توانست سبب اصلی حمله فاجعه بار بر رمز سال نو میلادی شود. قتل جوان با لباس بابایی برفی در اوج بحث های سری گویا بیگانه بودن جشن سال نو رخ داد. 31 دکبر سال 2020 سازمان جهانی تندرستی بعد یک سال پاندمی کرونا ویروس و آزمایش‌های واکسن ضد کووید 19 به کشورهای عضوش نخستین اجازتنامه استفاده واکسن را داد. واکسن شرکت‌های آمریکایی و آلمانی فایزر بیونتک برای استفاده فوری اجازه داده شد. به تاجیکستان با کمک سازمان‌های بشری و حکومت‌های همکار از بهار سال 2021 واکسن‌های مختلف ضد کووید 19 وارد شد. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 110 سوم ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سوم برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در سال 2024 بود. تشکر که دوام امسال برنامه‌های ما را تماشا کرده نظر و پیشنهادهای خود را به ما نوشتید. برایتان استراحت خوشخواهانه. فردا در همین وقت و ساعت شما را منتظریم.